این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمایی که اساسی به جفنگویی افتاده و قمپوز پیشرفت اقتصادی در میکنه. انتقاد دارم، لکن در همین مقوله اقتصاد هم قضاوت مراکز اقتصادی معروف دنیا این است که ایران در شاخصهای مهمی از شاخصهای اقتصاد نسبت به قبل پیشرفت‌های مهمی کرده و حرکات بزرگی انجام گرفته، گام‌های بزرگی رو برداشته. معلومه ضربات اخیر بعد جوری عضوا رو گیج و ویج کرده، چون یادش رفته که چند روز قبل از همین قمپوز درمانی ژست اپوزیسیون گرفته بود و گفت آمارها خرسند کننده نیست. آمارهای دهه 90 آمارهای اقتصادی حقاً و انصافاً خرسند کننده نیست. آمارهای اقتصاد کلان کشور خرسند کننده نیست. آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، آمار مربوط به تشکیل سرمایه در کشور، آمار مربوط به تورم، آمار مربوط به رشد نقدینگی، اینا خرسند کننده نیست. اینا ما که نفهمیدیم عظما چطوری در عرض چند روز تغییر فاز داد. اگه شما فهمیدید به ما بگید. البته وضعیت اقتصادی آقازاده ها و مزدورای منطقه عظما خیلی هم خرسند کننده است. ببینید تو لبنان چه مدرسه‌ای برای بچه‌های حزب الشیطان ساختن تا از عظما تعریف کنن. إنها كل الحكاية نحن عشاق الولاية وهدفنا بالدعاء لعلي الخامنائي لعلي الخامنائي لعلي الخامنائي. پول مردم ایران در حالی خرج مدرسه سازی تو لبنان میشه که سیب زمینی هم در ایران به غذای لاکچری تبدیل شده. سیب زمینی هم قیمتش برکشید شد لاکچری، ریزش کنیم تو غذا چو باکتری، رفته خیلی شیک میونه جمله میوه ها، بود به دادمون برس که جمعه دیره ها. این مصیبت چی بود دیگه این مصیبت. حالا بشنوید از این مشنگ گردن کلفت که خودش دبر افتاده رو سفره انقلاب، بعد برای مردم نسخه ساده زیستی و کم توقعی میپیچه. این که الان هر کسی دنبال یه خونه مستقل و تجهیزات مستقل و ماشین و امکان یه مقدار سطح توقعات تنظیم بشه، اصل زندگی به امکاناتش نیست. امکانات لازمه ولی کافی نیست. شما همه امکانات هم داشته باش. از اون طرف 4 تا بسیجی رو جمع میکنن تا تریبون آزاد کشکی درست کنن و بگن مشکل تو مهره‌های حکومتی نیست، مشکل توی مردمه. مسئولین به نوبه خودشون باید کارهایی که باید انجام بدن، قولی که میدن و اینا رو عمل کنن. ما خودمون آوردیمشون سر کار، ولی خداوکیلی خودمون هم به خودمون نگاه کنیم ببینیم ما هم چی کار داریم میکنیم. تو بحبوحه وضعیت درب و داغون خودروسازی توی ایران، این مدیر دزد سایپا اومده توی تیویریش تا بگه ابو طیاره‌ای که میسازه تو دنیا وجود نداره. ببین تیبای ما 102 میلیونه، درسته 118 میلیون، بقیش ارزش افزوده است و بیمه. تو 102 میلیون یعنی نزدیک به 3800 یورو قیمتش. چنین خودرویی در دنیا وجود نداره، یعنی امکان نداره خودرویی در سطح یورو 5 ما بخوایم زیر 6800 یورو خرید بکنیم. احتمالاً منظورش از ماشینی که تو دنیا مثلش نیست یه چنین چیزیه. مشنگستان این هفته رو
با مشنگ عمامه‌دار ولایت یعنی رئیسی شروع میکنیم که همچنان تو فکر نهار خوردنه. اگه میخواید همه تو حرف بزنیم بسم الله شروع کنید، یک به یک فرمایش بگید. منم در خدمتتون هستم. سر و زورم با هم میشینیم نهار میخوریم، کارم انجام نمیشه. مردمم رئیس جمهور خامنه‌ای رو تو فضای مجازی اینطوری مسخره میکنن. Your attention please. شما نهارم دادن اینجا یا نه؟ چرا قیمه ها رو میریزی تو ماستا؟ آرزم چی؟ آی رئیس جمهور، شما ادبیات ما رو عوض کردی. شما در آداب معاشرت ما رسوخ کردی. ما قبلا به هم دیگه میرسیدیم سلام علیکم، شما خوبی؟ شما خوبی؟ شما خوبی؟ داداش خوبه؟ الان به هم دیگه میرسیم شما نهار خوردی؟ شما نهار خوردی؟ جهنمه که حقوق ندادن. نهار خوردی یا نه؟ ادا ظالم oğlu یه کنسروی تون ماهی چیزی با خودت میبردی مسکو میخوردی، آبروموزو da aparmaydın، آبروی ما را نمیبردی. پوتین یه دانه غذا میدادیم میخورد چی میشد؟ الله ایپوی گرسنه. البته سوتی‌های آخوند رئیسی همچنان ادامه داره و هر بار برگ‌های جدیدی رو میکنه. سومین عنصر پویایی است. امت در حال شدن است. امت در حال شدن است. حالا بشنوید از یه جوجه آخوند کله پوک که این دم آخری به فکر حلوا کردن عظما افتاده. کسی که وقتی میخواد غرب رو به چالش بکشونه لازم نیست سخنرانی کنه، فقط کافیه 3 خرداد در جمع نیروهای مسلح بهشون بگه بشینید رو زمین. تحلیلگرای غرب میگن اون با این کارش غرب رو به چالش جدی کشون. اونها ثابت کرد شما اهل جنگ نظامی با ما نیستید، چون من به نظامی دیگه گفتم بشه. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن. البته خودشون هم میدونن که دوره این فیگورا گذشته و حالا زمان کله پا شدن عظماست. حالا دیگه فصل برگریزان آخونداست و جز 4 تا مشنگ این مدلی دیگه کسی برای عظما نمونده. این هم یک جمله قصار درباره ویژگی‌های کار آخوندا. مسائل فقهی بسیار بسیار دقیقه. با اینکه بنده یه سابقه دانشگاهی دارم، باور کنید از فیزیک هسته‌ای یا فیزیک کوانتوم دست کمی نداره. یعنی انقدر دقیقه که باید با همون دقت فقهی برخورد کرد. حالا سوال اینجاست که آخوندا مگه چی کار میکنن که کارشون دقیق تر از کوانتومه؟ یه نمونهش رو ببینید. با هم جیگری جنگدار می هم جیگری دعوا، با هم جیگری جنگدار می هم جیگری دعوا، همه پرچم و همه دون نمک درم. این هم یه نمونه دیگه از کارهای دقیق آخوندا در راستای بازارگرمی برای عظما. اگه سوار قطار شده باشین یه صدا از این کوپه‌های خودتون میشنوین، یه صدا از کوپه‌های دورتر میشنوین. معمولا تو قطار صداش اینجوریه. یه قطار هم داریم
تشویق، اگه تشویق داشت تشویق کن، من بدونم چی برنامه‌هایی میخواین شما. یه قطار هم داریم، قطارهای بخار زمان قدیم، تو فیلمات زیاد دیدین، الان کمتر دیدین و تو فیلمات دیدین. اینجوریه صداش. حالا بشنوید از این آخوند مفتخور که برای چاپیدن مردم روایت جدید جور کرده. مؤمن رو گوشمالی میده، اصفهانی رو گوشمالی میده خدا. تو چرا ساکت شدی و دخترها، زنها، مردها کنار رودخونه عکس میگیرن مثل اینکه تو کشور اروپایی همشو توقع داری نماینده ی ولی فقیه کاری بکنه؟ باور نکن. در پایان توجه شما رو به هنرنمایی این هموطن جلب می‌کنیم که چند تا ساز رو با هم قورت داده. No.